سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 28 اکتبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. در یک حمله در اوکراین 23 چچن از ارتش قادروف کشته، 58 کس زخمی شدند. در روسیه به ضد یک مهاجر تاجیک برای پنهان کردن شهروندی تاجیکستان پرونده گشودند. شریف خان سفرزاده رئیس نویه ورزاب تعیین شد. فقط روبل تینکوف بانک انتقال دلار و یورو را به تاجیکستان منع کرد. تیم فوتبال روسیه بار اول در تاریخ با تیم ملی تاجیکستان بازی میکند. خانه یک ساکن دهه شش نویه روشتلا زیر سنگریز مانده است. بعد چند روز بارانی هوا در تاجیکستان تا 27 درجه گرم می شود. و اکنون تفصیلات خبرها. رهبر جمهوری چچنستان روسیه رمضان قادروف روز 28 اکتبر سال 2022 در کانالش در تلگرام تصدیق کرد که در اول هفته روان در ولایت خرسون اوکراین در نتیجه یک حمله با توپ‌ها یک باره 23 سرباز چچن کشته و 58 نفر دیگر زخمی شدند. بسیاری ها میدونند که در اول هفته جاری یکی از واحدهای چچن‌ها مورد توپباران قرار گرفت. این در ولایت خرسون روی داد. تمام کارهای نجاتی به انجام رسیدند و روی خط نهایی قربانیان تهیه شده است. 23 نفر کشته شدند و 58 نفر جراحت برداشتند. از این شمار 4 نفر جراحت وزنین دارند ولی به حیات آنها تهدیدی وجود ندارد، خبر داده است رمضان قادروف. این یکی از سنگین‌ترین تلفات نیروهای به جنگ اوکراین فرستاده شده از چچنستان دانسته می شود. قادروف به اهل خانواده‌های قربانیان اظهار همدردی کرده بار دیگر اصرار ورزیده است که چچن‌ها در جهاد اشتراک دارند و به ضد قوه‌های ابلیس می جنگند. قادروف وعده داد که به خانواده‌های کشته شدگان کمک‌های لازم رسانیده می شود و نزدیکان کشته شدگان را حتی برای ادای حج به عربستان سعودی می فرستند. ما همیشه در حق عائله‌های برادران کشته شده امان غمخواری ظاهر می نماییم. البته یگان نعمت این دنیا کشته شدگان را دیگر بر نمیگرداند، ولی غمخواری در حق عائله‌های آنها وظیفه ماست. برای دفن هر سرباز در عملیات مخصوص حربی کشته شده ما 1 میلیون روبل جدا میکنیم و دولت باز به عائله‌های آنها 12 میلیون دیگر میدهد. زخمیان 3 میلیونی میگیرند. بغیر از این ما برای عائله‌های کشته شدگان سفر برای زیارت مکه را فراهم می‌آوریم. رمضان قادروف یکی از رهبران منطقه‌های روسیه است که از جنگ ضد اوکراین خیلی گرم استقبال کرد و برای فرستادن اختیاران از چچنستان به این جنگ معرکه گسترده را برو انداخته است. قادروف و روحانیان چچنی جنگ به ضد اوکراین را جهاد و نیروهای اوکراین را نیروهای اهریمنی یا شیطانی نامیده ادعا دارند که هر کسی در این جنگ کشته شود گویا شهید می شود. ولی وقتهای آخر شماره چچنی‌های داوطلب برای رفتن به جنگ اوکراین خیلی کم شده است و بنابر خبرها در این جمهوری حالا مهاجران کاری از آسیای مرکزی را به هر گونه وعده‌ها جلب کرده ایستادند تا به صف ارتش قادروف پیوسته به اوکراین بروند. جنگاوران رمضان قادروف را در اوکراین به دست داشتن در جنایت‌های جنگی عیبدار می‌کنند و سربازان فرستاده رهبر چچنستان را با استهزاء حتی ارتش تیک توک می‌نامند، چون که آنها دوست می‌دارند که حرکت‌های خود در اوکراین را ثبت کرده این ویدیوها را در اینترنت گذارند. ریاست تفتیشات ولایت کمیرووی روسیه خبر داد که در این منطقه سیبیر غربی یک مرد 63 ساله زاده تاجیکستان در شهر انژر و سودژنسک زندگی میکرد. برای از مقامات پنهان کردن شهروندی تاجیکستانش به دادگاه کشانیده می شود. ده‌ها هزار آزادگان تاجیکستان بعد دریافت شهروندی روسیه شهروندی تاجیکی خود را هم حفظ کردند و این یکی از نخستین موردهایی است که یک مهاجر تاجیک بعد دریافت شهروندی روسیه برای خبر ندادنش به مقامات درباره حفظ شهروندی قبلی خود به جوابگری کشانده می شود. بر اساس قانون‌های روسیه به او همچون جزا جریمه به مبلغ تا 200,000 روبل و یا کارهای مجبوری به مدت 400 ساعت تهدید می‌کند. گفته می شود که این مهاجر تاجیک در جریان تفتیشات گناه را به گردن نگرفته به بیگناهیش اصرار ورزیده است. بنا به اطلاع مقامات تفتیشاتی تفتیش پرونده این ساکن تاجیکستان تبار شهر انژر و سودژنسک بر اساس ماده 320 کد جنایتی روسیه با اتهام اجرا نکردن مسئولیت در مورد خبر دادن به مقامات
درباره شهروندی دوم صورت گرفته است. بنا به فرضیه تفتیشات این مرد سالخورده که شهروندی هم تاجیکستان و هم روسیه بود، سال 2018 برای زندگی دائمی به شهر انژروسوجنسک کوچیده است، ولی در وقت معین شده به مقامات مربوطه درباره شهروندی دومش خبر نداده است. این قانون شکنی را کارمندان ریاست کار با مهاجران پلیس ولایت کیمیرا آشکار کردند، ولی مرد زاده تاجیکستان با تفتیشات همکاری نکرده است و گناهش را هم اعتراف نکرده است. اما تفتیشات میگوید با این وجود توانسته است دلیل‌های کافی جمع بیاورد و از این رو پرونده این زاده تاجیکستان را برای بررسی به دادگاه سپرد. بین روسیه و تاجیکستان سازشنامه دو شهروندی وجود دارد، ولی آنهایی که شهروندی هر دو کشور را میگیرند باید به مقامات مربوطه درباره داشتن شهروندی دوم خبر بدهند. در سالهای آخر صدا هزار آزادگان تاجیکستان به خاطر آسان کردن شرایط زندگی و کارشان در روسیه شهروندی این کشور را به دست آوردند. تنها در نیمه اول سال 2022 74,000 زاده تاجیکستان و سال 2021 بیش از 103,000 زاده تاجیکستان صاحب شناسنامه روسی شدند. یعنی امسال به حساب میانه هر روز تا 410 زاده تاجیکستان شهروندی روسیه شده است. بسیاری از آنها شهروندی تاجیکی خود را هم نگاه می‌دارند. تینکوف بانک، یکی از بانک‌های بزرگ روسیه، انتقال اسعار خارجی را توسط سویفت به 5 کشور گرجستان، بلاروس، قرقیزستان، تاجیکستان و مغولستان منع کرد. در اطلاعیه نشر شده در سامانه رسمی بانک گفته می شود که انتقال دلار و یورو تنها به بانک‌های عدالتی در خطای و چند کشور اسنگ، ارمنستان و آذربایجان و ازبکستان امکان دارد و به دیگر کشورها انتقال پول تنها با روبل روسی صورت میگیرد. این تصمیم به ده‌ها هزار مهاجر کوری از تاجیکستان و قرقیزستان که برای به دلار و یورو عوض کردن و با این اسعار خارجی به وطن فرستادن مزد خود از تینکوف بانک استفاده می‌بردند تاثیر منفی می‌رساند. نماینده بانک گفت که حالا انتقال پول توسط سویفت با دلار یا یورو فقط به برخی بانک‌های ارمنستان و آذربایجان و ازبکستان و خطای امکان پذیر است. انتقال با اسعار خارجی به کشورهای دیگر را ما حالا انجام نمی‌دهیم. در میانه‌های ماه اکتبر در سامانه تینکوف بانک گفته می‌شد که انتقال اسعار خارجی از طریق سویفت به بلاروس، گرجستان، قرقیزستان، مغولستان امکان پذیر است. به نوبت خود توسط سویفت رقم تلفن یا کارت و صورت حساب میتوان انتقال روبل‌های روسی را تنها به ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان و ازبکستان انجام داد. توسط سویفت حالا از ارمنستان و آذربایجان و ازبکستان میتوان به روسیه پول گذراند. در پایان ماه سپتامبر بعد آغاز موبیلیزاسیون در روسیه، تینکوف بانک و بانک وتب از افزایش انتقال پول به کشورهای خارجی نزدیک توسط شبکه‌های پولفرستشان گزارش داده بودند. نماینده تینکوف بانک گفته بود مردم از طریق رقم‌های تلفن از همه بیشتر به ازبکستان پول می‌فرستند و در جای دوم تاجیکستان می‌ایستد. تینکوف بانک در اول ماه ایول سال 2022 انتقال اسعار خارجی را به روسیه توسط سویفت تا 1 اکتبر منع کرده بود. تلاش‌های ما برای اینکه شریکان غربی ما عهده‌داری‌های خود را در مهلت‌های برای مشتریان ما مناسب و مقبول اجرا کنند کفایت نکرد. گفته بود این مؤسسه مالیوی در شرح تصمیمش بانک‌های روسیه در پی جنگ این کشور به ضد اوکراین دچار تحریم‌های سنگین بین‌المللی شده‌اند. بنا به معلومات اگنتی هواشناسی تاجیکستان، بعد چند روز سرد و پربارش، روز 28 اکتبر سال 2022 هوا در تاجیکستان نسبتاً گرمتر می شود و حرارت هوا به حساب میانه تا 24 درجه و در جنوب کشور روزانه حتی تا 27 درجه گرم می شود. این هوای گرم روز شنبه 29 اکتبر نیز دوام می کند، ولی روزهای یکشنبه و دوشنبه، دو روز آخر ماه اکتبر، هوا دیگر باره بارونی شده، حرارت 16 درجه پایین خواهد رفت. بنا به پیش بینی هواشناسان، روز 28 اکتبر در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییریابنده بی بارش در نظر داشته شده است. شمال از سمت شرق به غرب با سرعت 4 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا در غرب ولایت شبانه 4 درجه خنک تا 1 درجه گرم، روزانه 11-16 درجه گرم، در شرق ولایت باشد 9-14 درجه خنک و روزانه 2 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییریابنده بی بارش در نظر بوده در اغبغا تمان می فراید. شمال از سمت غرب با سرعت 4 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی و شبانه 7-12 درجه گرم، روزانه 16-21 درجه گرم، در ناحیه‌های کوهی شبانه 5 درجه خنک، روزانه 8-13 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای تغییریابنده بی بارش در نظر داشته شده است.
شمال از سمت شرق به غرب با صورت 4 متر در یک سونه می‌وزد. هوا در وادی‌ها شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 22-27 درجه گرم، در دامنکو شبانه 3-8 درجه گرم، روزانه 13-18 درجه گرم می شود. در شهر و نویه‌های تابع مرکز هوای تغییریابنده بی‌بارش در نظر بوده. در عقبه ها تمان می فراید. شمال از سمت غرب با صورت 4 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی‌ها شبانه 4 متر درجه گرم و روزانه 19-24 درجه گرم، در نویه‌های کوهی شبانه 1-6 درجه گرم، روزانه 11-16 درجه گرم می شود. در دوشنبه هوای تغییریابنده بی‌بارش در نظر داشته شده است. شمال از سمت غرب با سرعت 2-7 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا شبانه 7 درجه و روزانه 22-24 درجه گرم می شود. سفرزاده شریفخان نوراحمد که از 25 ایول سال 2022 اجرا کننده وظیفه رئیس نویه ورزو بود، رئیس کامل حقوق این نویه تعیین شده است. فرمان پرزیدنت درباره تعیین سفرزاده به این مقام در سامانه پرزیدنت و دیگر سامانه‌های رسمی حکومت تاجیکستان هنوز نشر نشده است، ولی در سامانه رسمی حکومت نویه ورزوب او الکی همچون رئیس نویه معرفی می شود. قبلا شریفخان سفرزاده در سامانه نویه همچون اجرا کننده وظیفه رئیس ذکر می شد. طور قبلا خبر داده بودیم با فرمانهای پرزیدنت تاجیکستان از 25 ایول سال 2022 شیرعلی زاده محمدالله به سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس نویه ورزوب آزاد کرده شده. سفرزاده شریفخان به جای او اجرا کننده وظیفه تعیین شد. شریفخان سفرزاده تا تعییناتش برابری نویه ورزوب در وظیفه معاون یکم رئیس نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه فعالیت داشت. درباره شریفخان سفرزاده معلومات دیگری دسترس نیست. ترجمه اول رئیس نو نویه ورزوب در یگان منبع باز نشر نشده است. نویه ورزوب عبارت از یک شهرک و 6 جماعت و 75,000 اهالی داشته در شمال پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه جایگیر شده است. این نویه با مکانهای آسایشی خود بخصوص با دریاهای ورزوب و خرنگان شوره دارد. سالهای آخر در ورزوب صدا بوستانسرای‌های معاصر قامت افروختند و نرخ زمین در این منطقه به دلیل زیاد بودن خریدارانش خیلی بالا رفته است. به این دلیل مقام‌های رهبری در نویه ورزوب در سالهای آخر منصب‌های خیلی رفغانین دانسته می‌شوند. تیم ملی فوتبال روسیه که به دلیل جنگ روسیه به ضد اوکراین از حق شرکت در مسابقه‌های بین المللی محروم شده به رقیبان جدی مانده است. در جستجوی رقیبان برای بازی رو به آسیای مرکزی آورده است. تیم زیر رهبری والری کارپین الکی روز 24 سپتامبر سال 2022 در بشکک با تیم ملی قرقیزستان یک بازی رفیقانه انجام داده با حساب 2-1 برنده شد. اکنون بنا به گزارش‌های پایگاه‌های خبری ورزشی روسیه، اتحاد فوتبال این کشور جهت تشکیل بازی‌های رفیقانه با فدراسیون فوتبال ازبکستان و تاجیکستان وارد مذاکرات شده است. روز بازی‌ها هنوز پورا انیق کرده نشده است، ولی انتظار می‌رود که بازی روسیه با تاجیکستان روز 17 نوامبر در دوشنبه و با ازبکستان روز 20 نوامبر در تاشکند برگزار می‌شود. این نخستین بازی بین تیم‌های روسیه و تاجیکستان می‌شود. تیم ملی تاجیکستان در ریتینگ فیفا در زینه 108 قرار دارد، ولی امسال بار اول در تاریخش برای رخصت به مرحله نهایی جام آسیا وارد مبارزه شد. تیم ملی ازبکستان در ریتینگ فیفا در مقام 77 و قرقیزستان در زینه 95 جای گرفتند. تیم روسیه با وجود چند ماه دور کرده شدنش از اشتراک در مسابقه ها در ریتینگ فیفا در مقام 33 قرار دارد. سرمربی تیم ملی روسیه والری کارپین از پاسخ در موردهای خبر بازی‌های تیمش با تیم‌های تاجیکستان و ازبکستان فرار کرده است. بازی‌ها با تاجیکستان و ازبکستان تمام سوال‌ها را به اتحاد فوتبال روسیه دهید. از من چرا می‌پرسید؟ از اتحاد فوتبال روسیه پرسید. جواب داده است کارپین به سوال پایگاه خبری سپورت اکسپرس. ولی سابق سرمربی تیم ملی روسیه والری گازایف به ماچ تیوی گفت تیم ملی در یک شرایط انزوای کنونی باید از هر امکان برگزاری بازی‌های دوستانه استفاده برد. تیم ملی ما باید بازی‌های رفیقانه دایر کند. متاسفانه امروز ورزش ما در انزوا قرار دارد. در این شرایط باید از هر امکانیت استفاده برد. بازی‌ها با تاجیکستان و ازبکستان لازمند، چون که حالا برای تیم ملی ما هر رقیب نو بسته از سطحش مثل هوا ضرور است. در پی حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 فیفا و اویفا تیم روسیه را از حق اشتراک در مسابقه‌های بین المللی محروم کردند. تیم ملی روسیه از جمله از حق ادامه مبارزه برای آخرین
روخطها به جام جهانی فوتبال که ماه آینده در قطر شروع می شود محروم گردید و به روخط ماند. روز 27 اکتبر سال 2022 در فدراسیون فوتبال تاجیکستان تحت ریاست طاهر نورزاده جلسه نوبتی کمیته نظارت انتظامی برگزار گردید که در آن قانون شکنی ها در جریان بازی های لیگ فوتبال تاجیکستان روی داده. دقیق ترش مسئله زنوزنی در بازی بین دسته های دینامو و کوکتاش بررسی شدند. هر دو دسته در لیگ یکم بازی میکنند. کمیته در پی بررسی چنین قرارها را قبول کرد. برای ویران کردن ماده 7 بند 24 کودکس انتظامی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در بازی چمپیونات تاجیکستان بین دسته های لیگ یکم دینامو کوکتاش بازیگر تیم کوکتاش خالمراد نظرف بنابر برقصدانه زدن عریف از حق 3 بازی محروم و به مبلغ 250 سومانی جریمه بسته شد. برای ویران کردن ماده 7 بندهای 19 و 28 کودکس انتظامی فدراسیون فوتبال در بازی چمپیونات تاجیکستان بین دسته های لیگ یکم دینامو کوکتاش بازیگر دسته دینامو مهربان عبدالرؤوف بنا به گفتن سخنهای قبیح و کوشش فشار جسمانی رسانیدن به مسئولان بازی از 4 واخری محروم و 250 سومانی جریمه بسته شد. برای رعایت نکردن ماده 7 بند 28 کودکس انتظامی فدراسیون فوتبال در بازی چمپیونات تاجیکستان بین دسته های لیگ یکم دینامو کوکتاش بازیگر دسته دینامو صادق قربانوف بنا به رسانیدن فشار جسمانی به مسئولان واخوری از حق اشتراک در 3 بازی محروم و 250 سومانی جریمه بسته شد. قبلا روز 25 اکتبر تحت ریاست طاهر نورزاده جلسه نوبتی کمیته نظارت انتظامی برگزار گردید که در آن قانون شکنی‌ها در جریان بازی‌های لیگ فوتبال تاجیکستان رخ داده بررسی شدند. برای ویران کردن ماده 7 بند 17 کودکس انتظامی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در بازی چمپیونات تاجیکستان سال 2022 بین دسته‌های لیگ عالی خوجند اسخاته بازیگر دسته اسخاته دلشادجان کریموف بنابر استفاده سخن‌های تحقیرآمیز یا قبیح و اجرای ایما و اشاره تحقیرآمیز نسبت به رقیب از 2 بازی محروم و به مبلغ 250 سومانی جریمه بسته شد. برای رعایت کردن طلبات ماده 6 بند 2 کودکس انتظامی فدراسیون فوتبال در بازی چمپیونات تاجیکستان سال 2022 بین دسته های لیگ عالی خوجند اسخاته دیرکتور دسته اسخاته جمشید حسینوف بنابر تغییر هیئت داوران از حق شرکت از 3 بازی محروم و به مبلغ 1000 سومانی جریمه بسته شد. برای ویران کردن ماده 7 بند 17 کودکس انتظامی فدراسیون فوتبال در بازی چمپیونات تاجیکستان در سال 2022 بین دسته های لیگ عالی رفشان کولاب و خطلان بازیگر تیم رفشان محمد علی عزیزبایف برقصدانه زدن رقیب از 3 بازی محروم و 500 سومانی جریمه کرده شد. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 28 اکتبر سال 2022 خبر داد که باران‌های پرشدت روز گذشته نیز در بعضی مناطق کشور خوف و خطرهای را به دنبال داشت. در بعضی منطقه‌ها باران سببگار آمدن سیل شد ولی خوشبختانه این سیل‌ها به ساکنان ضرر نرسانیدند. در بعضی منطقه کوهی سیل سبب ریزش سنگ شده است. چنانچه ساعت 16:49 با وقت محلی روز 27 اکتبر سال روان در حدود دهه شاش جماعت دیوت میرسید میرشکر نویه روشخلای ولایت مختار کوهستان بدخشان ریزش سنگ به قید گرفته شد. بر اثر این حادثه منزل استقامتی یکی از ساکنان ضرر دیده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت خوشبختانه تلفات جانی نیست و کسی هم زخم نبرداشته است. در این زمان از جانب کمیسیون ایالت‌های فوق‌العاده نویه روشخلا حجم ضرر رسیده معاین کرده می شود. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده بار دیگر به دقت شهروندان و مهمانان کشور می‌رساند که در روزهای بارانی و سردی خیلی احتیاطکار باشند و چاره‌های امنیت و بی‌خطری را رعایت نمایند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.